آقای قاسم سلیمانی رو بخشی از یک نیرو میدونم که مورد احترام منه. یعنی فقط قاسم سلیمانی نیست که مورد احترام منه، اونایی هم که باشون همکار بودن هم واقعا به همون اندازه آقای سلیمانی برای من اهمیت دارن. اینا یا آدمایی هستن که خیلی برای کشور جون کندن، جنگ کردن، جون باختن، جون حفظ کردن و از این حرفا. و اما در مورد شخص قاسم سلیمانی، خب ایشون یه نظامیه و به عنوان یه نظامی خب هر ارزیابی که ازش میشه باید در اون چارچوب بشه و به عنوان یک آدم نظامی وطن پرست بود، عملگرا بود، واقع بین بود. در همین حالم به نظر من متجدد، اما یک مأموریتی هم بهش داده شده بود در سپاه قدس به عنوان فرماندهش که ایشون رو بیش از این که در حرف درگیر کنه با مسائل و با افراد، در عمل درگیر میکرد. خب این درگیری در عمل هم وسیع‌تر از کشور بود و آدم استراتژیستی بود از نظر نظامی. به جای اینکه ایدئولوژیک باشه، قاسم سلیمانی استراتژیک باید بهش نگاه کرد، نه ایدئولوژیک. ایشون یه سردار سپاهه. عنوان یک سردار سپاه و یه نظامی، ما باید بتونیم ایشون رو باید از سردارهای دیگر، نه سردارهایی که با ایشون بودن، مثلا تو تاریخ ایران، ایشون در تاریخ ایران چه جایگاهی داره. من دلم میخواد بیایم ببینیم از سردار سلیمانی چه چیزی برای ما به یادگار موند که میتونه ادامه داشته باشه. و اما یه چیزی که من میبینم اینه که حماس و اینا، اول نه هوتی و نه حماس، اینا در زمان بعد از قاسم سلیمانی که درست نشدن، اینا بچه های قاسم سلیمانی هن. اینا ادامه قاسم سلیمانی به یه شکلی هستن دیگه.